معجزه عسل و دارچین. مخلوطی از عسل و پودر دارچین را تهیه کنید و به جای مربا روی نان قرار دهید و به طور منظم در وعده صبحانه صرف کنید. این روش در کاهش کلسترول، جلوگیری از بروز حمله قلبی، تنفس راحت و تقویت ضربان قلب مؤثر است. بیماران مبتلا به حمله قلبی نیز با مصرف روزانه این مخلوط از حمله قلبی بعدی در امان خواهند بود. بررسی روی سالمندان در آمریکا و کانادا نشان داده است با بالا رفتن سن شاهرگ‌های حیاتی و سیاه‌رگ‌ها خاصیت انعطاف پذیری خود را از دست می‌دهند. عسل و دارچین به شاهرگ‌ها و سیاه‌رگ‌ها قدرتی تازه می‌بخشد. از بین بردن اثر خارش نیش‌های حشرات. مخلوطی از 1 سهم عسل، 2 سهم آب ولرم و 1 قاشق چایخوری پودر دارچین را روی قسمتی از بدن که احساس خارش می کند قرار دهید. خارش و درد در عرض 1 یا 2 دقیقه فروکش خواهد کرد. روزانه 1 وعده صبح و 1 وعده شب مخلوطی از 1 فنجان آب گرم، 2 قاشق چایخوری عسل و 1 قاشق چایخوری پودر دارچین مصرف شود. این مخلوط معجزه‌گر در صورت مصرف به طور منظم آرتروئیدهای مزمن را نیز درمان می‌کند. بررسی‌های اخیر روی 200 بیماری که قبل از صرف صبحانه از این مخلوط استفاده کردند نشان داد 73 نفر از آنها در عرض 1 هفته کاملاً از درد رهایی پیدا کردند و پس از 1 ماه بیشتر افرادی که قادر به راه رفتن یا حرکت نبودند بدون احساس هیچ دردی توانایی راه رفتن و تحرک خود را به دست آوردند. 2 قاشق غذاخوری عسل به همراه 1 قاشق چایخوری پودر دارچین را با مقداری آب ولرم حل کنید و آن را بنوشید. این روش باعث می شود که میکروب‌های مثانه از بین برود. مخلوطی از 1 قاشق چایخوری پودر دارچین و 5 قاشق چایخوری عسل تهیه کنید و روی دندان خراب بمالید. این عمل را 3 بار در روز تکرار کنید تا درد تسکین یابد. 2 قاشق غذاخوری عسل را با 3 قاشق چایخوری پودر دارچین در 1 لیوان چای حل کنید و بنوشید. این کار میزان کلسترول خون را طی 2 ساعت به 10% کاهش می‌دهد. به مدت 3 روز از مخلوط 1 قاشق غذاخوری عسل با 1/4 قاشق چایخوری پودر دارچین استفاده کنید. این روش برای درمان سرفه مزمن و سرماخوردگی و سینوزیت به کار می رود. درد معده. مصرف عسل و پودر دارچین علاوه بر درمان درد و نفخ معده، زخم معده را نیز درمان می کند. تقویت سیستم ایمنی. استفاده روزانه از عسل و پودر دارچین سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بدن را از حمله باکتری و ویروس محافظت می کند. دانشمندان دریافتند که عسل دارای مقدار زیادی ویتامین و آهن است. مصرف مداوم عسل گلبولهای سفید خون را تقویت می کند تا بتواند با باکتری‌ها و بیماری‌های ویروسی مقابله کند. قبل از هر وعده غذا پودر دارچین را روی 2 قاشق غذاخوری عسل بریزید و میل کنید تا از ترش اضافی اسید معده رهایی پیدا کنید. زیرا این مخلوط غذاهای سنگین را به راحتی هضم می کند. جلوگیری از آنفولانزا. دانشمندی در اسپانیا ثابت کرد که مخلوط عسل و دارچین دارای مواد مفید طبیعی است که از میکروب‌های آنفولانزا و سرماخوردگی جلوگیری به عمل می آورد. مصرف نصف قاشق غذاخوری عسل و مقداری پودر دارچین در 1 لیوان آب اول صبح و بعد از ظهر که بدن با افت نشاط روبرو است، طی 1 هفته نیروی حیاتی بدن را افزایش می دهد.